سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران گرامی. دکتر امین کاشانی هستم، داروساز. حدود 1 سالی هست که با نرم افزار چرتکه داروسازان کار میکنم و خواستم که در واقع با توجه به اینکه ازم خواسته شد یک فیدبکی در مورد این استفاده 1 ساله ارائه بدم، خیلی خوشحال شدم که بتونم در واقع این نرم افزار خوب و کاربردی رو به بقیه دوستان هم معرفی بکنم. انشالله که انضباط مالی همکارامون بیشتر و بیشتر بشه. اولین نکته‌ای که به نظرم میرسه در مورد نرم افزار بگم اینه که شاید در نگاه اول این نرم افزار ضروری یا حیاتی برای داروخانه نباشه. کما اینکه ما اگر نرم افزار مدیریت داروخانه که مثلا نسخه ثبت میکنیم داخلش نداشته باشیم، عملا فرآیندهای داروخانه لنگ میشه. اما خب ما این نرم افزار رو قبلا نداشتیم، احساس نیازی هم بهش نمیشده، پس شاید اصلا لازم نبوده. اما مسئله اینه که من به شخص وقتی شروع به استفاده از این نرم افزار کردم به قدری وابسته شدم بهش و فرایندهای داروخانه به قدری درگیر شد با این نرم افزار که عملا الان اگر 1-2 روز نرم افزار به هر دلیلی از کار بیفته، بخش عمده‌ای از کارهای من در واقع زمین میمونه و این شکلی این نرم افزار خودش رو به پیکره داروخانه شما میچسبونه و تصمیم سازی میکنه براتون نسبت به غذایای مختلف و شما ازش کمک میگیرید تا گزارش های مختلفی بگیرید. این اولین مقدمه که خواستم در مورد نرم افزار بگم و طی چند تا مثالی که تجربه عینی من طی این 1 سال بوده با یه سری از ویژگی‌های نرم افزار شما رو آشنا میکنم. اولین مسئله اینه که کاربری خیلی راحتی داره و خیلی شمای ساده‌ای داره، کما اینکه حالا نظر من شاید خیلی جذاب نباشه اما ساده و روان و کارآمده. و ما تو نرم افزار عمده کاری که میکنیم فقط اینه که در واقع خریدای داروخانه رو وارد میکنیم دیگه. در واقع یک شرکتی رو انتخاب میکنیم، شماره فاکتور میدیم، تاریخ تحویلمون رو میگیم، مبلغ و حالا مهلت پرداخت، یعنی اطلاعاتی که از یک فاکتور خرید داریم رو در واقع وارد سیستم میکنیم. عمده کار نرم افزاری که ما باش کار میکنیم همه یعنی ورودی های فاکتورمونه و اگر بخوایم فاکتوری هم در واقع پرداخت کنیم، اطلاعات پرداختش رو میزنیم که آیا نقد پرداخت کردیم یا چک قرار بدیم یا هر مسئله دیگه ای. شاید 90% فرایند ما در واقع همین باشه. حالا نرم افزار بخشای دیگه ای هم که داره، در واقع فروش روزانه یا هزینه ها رو در واقع میتونیم ما وارد بکنیم و ازش گزارش داشته باشیم، اما عمده اتفاقات در واقع تو بحث خریده. مسئله‌ای که هستش و این نرم افزار باعث میشه آدم بهش وابسته بشه، در واقع همین مدیریت نحوه حالا خرید و در واقع فاکتور هاست. خیلی برای من پیش اومده که مثلا ویزیتور شرکتی یهو اومده آقا این فاکتورتون باز و اگه امروز پرداخت نشه مثلا درصدش میپره و اینجور حرفا. بعد خب پیدا کردن فاکتوری هم که شاید مثلا برای 1-2 ماه پیش باشه تو داروخانه کار راحتی نیستش، اما من با این نرم افزار خیلی راحت تونستم مثلا حداقل پیدا کنم که آقا این فاکتور رو من در فلان تاریخ تسویه کردم و سندش هم فلانه، میرم میگردم دنبالش، در دام اینجور داستان ها نمیافتم. یا مسئله دیگه به خصوص خیلی مهمه، بحث در واقع چک کشیدن و رستگیری چک هاست که خیلی به من کمک کرده. همین نمونهش 1-2 هفته پیش بودش که در واقع یه شرکتی 7-8 تا فاکتور داشت و ویزیتورش با کلی منت که آقا بالا زدم و فلان به من رست داد 25/12 یعنی آخر سال. بعد من با همین رستگیری خود نرم افزار امتحان کردم، حالا مثلا این شکلیه که ما فاکتورها رو انتخاب میکنیم، بعد خود نرم افزار مثلا میگه آقا 3 تا فاکتور جمعش انقدر شده، سررسیدش هم میشه انقدر. نرم افزار به من رست داد که آقا اصلا این برج یکه، یعنی 1 ماه اونورتر، تازه اینا باید 1 ماه هم بالاتر بدن، 2 ماه بالاتر، یعنی عملا داشتن 2 ماه
به من در واقع اجحاف می‌کردن و جمع فاکتورش هم حدوداً 100 میلیون تومان شده بود دیگه. حالا شما ببینید اختلاف قیمتی که تو 100 میلیون اتفاق میفته 2 ماه دیرتر بدید چقدر در واقع پول رو از دست خواهید دادش. و این شکلی در واقع این اوایل خیلی پیش می اومد این داستان. از وقتی که از این نرم افزار استفاده میکنم در واقع ویزیتورها هم فهمیدن که حداقل داروخانه ما جای اینجور داستانا نیست که در واقع بخوان از این اذیت‌ها بکنن و خیلی کم شده این داستان. این مسئله هم که در واقع رستگیری چک ها هم خیلی قضیه‌ای بود که به من کمک کرد. مسئله دیگه‌ای که من میتونم از این نرم افزار بیان کنم که واقعا برام کمک کننده بود در واقع گزارش هایی که من ازش استفاده میکنم. من خیلی راحت میتونم وضعیت چک هامو ببینم، چه تعداد از دست چکم استفاده شده نشده، چه تعدادش مونده، یا خیلی راحت من الان میتونم مسئله‌ای که خیلی بهش برمیخورم و میخوام ببینم فاکتورهای بازم چی هست و من چقدر فاکتور باز دارم. در واقع من خیلی راحت مثلا میتونم از نرم افزار گزارش بگیرم که مثلا از این تاریخ تا این تاریخ مثلا چه میدونم تومن من فاکتور باز دارم و در واقع یه سری گزارش هایی که مثلا چقدر خرید نقدی کردم یا گزارش فصلی میخوام بگیرم که در واقع تو این 3 ماه از فلان شرکت چقدر خرید کردم. چیزهایی که اگر واقعا شما نرم افزاری نداشته باشید که ازش بتونید استفاده کنید شاید روزها ازتون وقت بگیره، اما به کمک این نرم افزار در عرض چند دقیقه این گزارش رو به شما میده. این نرم افزار قابلیت‌های زیادی داره، گزارش‌های متنوعی داره و توصیه میکنم که حتما ازش استفاده بکنید، چرا که من از این استفاده خوشنود بودم و برام کارآمد بوده. در واقع شاید هزینه‌ای که بابت این نرم افزار دادم طی همین 1-2 بار این داستان رستگیری چک ها و این اشتباه ها یا جلوگیری از اضافه پرداخت من بر سر فاکتورها کاملا جبران شده و خیلی از ضررهایی که شما اصلا متوجهش نمیشید، یعنی اگر یه فاکتوری اضافه پرداخت کنید احتمالا اصلا نفهمید، یا یه چکی رو مثلا یه ماه زودتر شما چک بکشید اصلا نمیفهمید که این خطا به وجود اومده و این خطاهای پنهان شما رو از بین میبره و در واقع انضباط مالی زیادی به شما میده و از اون طرف هم افرادی که دارن با شما کار میکنن متوجه میشن که شما فرد خبره‌ای هستید و عدد و رقم رو میفهمید و شما با کمک این نرم افزار در واقع یک لول بالاتری از تسلط خودتون رو نشون میدید. وقت دوستان رو نمیگیرم، ممنون از توجهتون، خدا نگهدار.